اینا لله و اینا الیه راجعون. دوستان عزیز، السلام علیکم. روز هر یکی شما با خیر و شادی باشه. برادران عزیز، امروز یک خبری بعد یک خبری نقشه بر سهم هر یک کدام شما رساندنیم. اکای خول فرخوری بندگی کرد، همون خولی که لبش کشول بود. برادران عزیز، دعا کنین در حقش که یک سال پیش بندگی کرده. خداوند طریق رحمتش و عیسی جنتش کنه، بهترین مقام فردوس خداوند مقام فردوس نصیب گردونه. افسوس که پگه در جنازش ما اشتراک کرده نمیتونیم. جنازش در خود شهر دوشنبه میشه و خونش طرفی خود بیتون زاده بود. برادران عزیز، خواهش در حقش دعا باشیم، تسلی کنین، ان شاء الله بهتر میشه. نفرایی که از فرخوری نزدیک جوین میشناسین، مرحمت در جنازه اکای اشتراک کنین. برادران عزیز، در نام همه جنم در چندین نوار ما اکای خلا مودا برآوردگی داد. ما نوار کردیم پیش از مسکو غریبی اومدنم همراهشون در تماس بودیم و اوزوق هم پروداکت هم برده بودیم. بیچاره خیلی حالش وضعی به سلامتیش خوب نبود. یک احوالی داشت که خودش میدونست خدای بالای سرش. و این خاطر با فرزنداش، با دختراش، با عائله‌اش، با خویش تبار با همش صبر جمیل خوانیم. خداوند در این مصیبت صبر جمیل عظیم نصیب روزیتون گردونه. علل خصوص که یک بچه عزیز داشت، بسیار بچه خوب بود. برادران، خداوند صبرت ان شاء الله. خداوند جای پدر طریق رحمتش و عیسی جنت کنه. برادران، عاقبت هممون میره. دیدیم برادران عزیز که عمر هیچ اکای خلا میگفتن که به این بقوتی و به هیچ هر کجا خداوند خودش بزرگه. برادران عزیز، فقط در حقش دعا باشین. برادران عزیز، هر کجای باشین تنصیحات و خانواده باشین. افسوس که قسمت هر یک کدامون همیه. یک بار دیگر همدردی مرا قبول کنین. اهل اولاد اکای خال در کجای باشین تنصیحات و خانواده باشین. خواهش در کامنتر در حقش دعای خیر کنین. با شما بودم دادرتون رحیم جان.